اگه از تنها شدن نترسی زندگیت خیلی خوب میشه. فقط کافیه که نترسی. من از یه سالی به بعد توی زندگیم تنها شدم. هیچکس دور و برم نبود. خانواده از من ناراحت شدن، رفیقام کلا منو ترکم کردن. 70 تا رفیق داشتم، همشون منو ترکم کردن. من زندگیم قشنگ نبود، پس واسه همین حذفشون کردم. و خیلی جالبه، از اون روز به بعد تنهایی بلایی سر من آورد که نگو و نپرس. خیلی اذیت شدم ولی نترسیدم ازش، ادامهش دادم. مسیری بود که میخواستم برم. زندگیم تغییر کرد، بهتر شد، خیلی بهتر. از تنهایی نترس، ادامهش بده. اگر تنها شدی ادامهش بده، ولی وقتتو تلف نکن، با آدمای اشتباه نگرد. برو وقتتو بذار روی پول درآوردن، برو وقتتو بذار روی آموزش دیدن. ایناست که به تو کمک میکنه. رفیق بازی و مسافرت و این چیزا تا دلت بخواد بعدن هم هست. و بعدن اگر پول داشته باشی خیلی حالش بیشتر. بهت قول میدم، من خودم این کارا رو انجام میدم، مسافرت میرم، همه این کارا رو میکنم، ولی وقتی پول توی دست و بالامه عشق میکنم. چرا؟ چون هر چیزی که میخوام میخرم توی مسافرت.